در 3 ماه اول امسال اهالی تاجیکستان قریب 49,000 کس زیاد شده است. طبق آمار رسمی سرعت رشد اهالی در قیاس به همین دوره سال گذشته 1.1% کمتر شده است. مقامات میگویند که بجز ولایت سوخت و ناحیه‌های تابع جمهوری در دیگر مناطق کشور کمشوی سرعت رشد اهالی ثبت گردید. از جمله در ولایت ختلان شماره تولدها 1.6%، شهر دوشنبه 8.9% و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 11.2% تولد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. در ولایت سوخت شماره تولد 1.1 و در ناحیه تابع جمهوری 5.8% زیادتر ثبت شده است. مقامات نگفتند که سبب کم شدن تولد در ولایت‌های بدخشان، ختلان و شهر دوشنبه چیست. به گزارش آژانس آمار در 3 ماه اول امسال در کشور 9,001 کس وفات کرده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 5.1% بیشتر است. افزایش فقر در همه مناطق کشور به نظر می‌رسد. طبق آمار رسمی تا 1 اپریل امسال شماره اهالی تاجیکستان به 10,767,900 نفر رسیده است.